اصل هیچ وقت هیاهو را دوست نداشتم و حالا در سن 40 سالگی انصافاً احساس خوشبختی می کنم. همانطور که دوست داشتم و دوست دارم زندگی می کنم. کنج خلوتی دارم در شلوغی خانه. هرچند که اتاق من پر رفت و آمدترین اتاق خانه است و بیشتر شبیه مجمع سازمان ملل است تا اتاق. ولی باز هم شبها خلوت تمامی دارم و صبحها به لطف پدر چایی همیشه خدا رو شکر برقرار است و ظهرها به لطف پدر و مادر بساط نهار مهیاست. فقط گاهی دلم می‌خواهد در خلوتی تنها باشم، بی هیچ هیاهویی، بی هیاهوی بچه‌ها، خواهرزاده‌های دوست داشتنی شیطانم. خدا وکیلی تنها گاهی چنین انتظاری دارم. مکانش هم